دسته‌بندی درختان. چاره‌ای نداری دیگه. گفتم نه رفایقای خدا رحمی. تشویق کنین؟ تشویق بیارم بالا. خیلی خوشحال میشم. مبلغ پول زیادی دست بردم. چی گرفتی؟ بابا خدا قشنگ بود اونجاش. چی شده پکری؟ تو حال خودت نیستی؟ اوکی هم داشتم چیزی مسابقه رو میدیدم. ذهنت مشغوله، اون اردشیری که من میشناختم نیستی. اردشیری که میشناختی بعد از اون جریان محلا و زخمی که بهم زد دیگه خودت میدونی. هیچ وقت آدم قبل نشد. هنوز بهش فکر میکنی؟ به محلا؟ به زخمم مگه میشدم فراموش کنی چیکار کردم من؟ اونم دوست صمیمی. تقصیر تو که نبود. شادمهر آدم بی خودی بود. اون صمیمی‌ترین دوستت بود. با عشقت بهت خیانت کرد. صمیمی‌ترین دوستم بود. چی بگم؟ همیشه گفتم آدم به کسایی که باید اعتماد کنه شک میکنه، کسی هم که باید شک کنه اعتماد. ازش خبر نداری؟ نه. بعد از اون جریان چند باری خواستم بهش زنگ بزنم، زبون خودش میشنوم. شاید من یه جایی رو اشتباه میکردم ولی جواب نداد هر روز. اصلا تو خودتو بذار جای من. تو بودی چیکار میکردی باش؟ جای تو که سخته، ولی واقعا سخته. ولی من اگه بودم یه کار میکردم هر روز احساس مرگ میکنم. از درون نابودش میکردم. یه کاری میکردم که ذره ذره آب شه، مردن هر لحظه حس کنم. بهش نزدیک میشدم و بعد از پشتش خنده می‌زدم. بدن کن با من فکر. ولی اینا رو ولش کن. اصلا اشتباه میکردم بهش اعتماد کردم. اصلا مردم همیشه میگفت آدم درستی نیست. ولی با تو خوب بود. کجا که آدم میاد با تو مشکلی نداشت. همیشه از تو تعریف میکرد پیش من. حتی یادمه اون صحنه که رفتم پیامشو بخونم، چتش که نگاه کردم یه چتم با تو داشت. کنجکاو شدم ببینم چیه. دیدم دو سه تا پیام توشه. انگار که مثلا یه پیام بوده بعدش پاک شده. پیام من اشتباه میکنی. حتما راجب خودت بوده، میخواستیم سورپرایزت کنیم. نمیدونم، احتمالا یه صحبتی بوده میخواستیم تو رو خوشحال کنیم. اصلا زیاد خودتو درگیر نکن. میبینیم چیستر؟ میگم راجع به اون چیزی که گفتی بهش فکر کردم. به نظرم الان وقتش